خب دوستان، ما داریم غذای امروزمون رو شروع میکنیم. سیب زمینی ها رو خرد کردم، نگینی داره یواش یواش سرخ میشه. براش زردچوبه و کمی زنجبیل من روی سیب زمینی ریختم. بعد پیازم هم خرد کردم، فعلا اینجا نشسته برای خودش. این طرفم سینه مرغ رو داره میپزه با هویج دیگه، گذاشتم بپزه. فعلا سیب زمینی قشنگ و خوشگلمون داره سرخ میشه. من دارم قاطی میکنم که قشنگ همش سرخ بشه، باید خیلی خوب و قشنگ سرخ بشه. ببینیم نهار امروز ما چی از آب داریم. توی غذا درست کردن آدم باید سلیقه داشته باشه، هر روز یک جور. من دوست دارم 30 روز رو هر روز یک غذا درست کنم که متفاوت باشه با روز بعدی، از لحاظ کالری، از لحاظ ارزش غذا و چیزایی که ما می‌خوریم باید در طول یک ماه همه چیز به بدن انسان برسه و غذایی که ما مصرف می‌کنیم تکراری و بدون کالری نباشه. پس بیشتر سبزیجات، مواد ریشه‌ای مثل هویج، سیب زمینی، بعد بادمجان، کدو، از این جور موارد ما استفاده میکنیم بیشتر تو غذامون. سبزیجات و حبوبات، مرغ و ماهی و گوشت. سعی کنیم مرغ و ماهیمون زیادتر از گوشت باشه، چون مرغ و ماهی خاصیتش زیادتره. مرغ هم سینه مرغ رو من بیشتر استفاده میکنم تا قسمت های اعضای دیگه مرغ رو. سینه رو بیشتر من استفاده میکنم. فعلا بریم ببینیم چی از آب در میاد.